ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4 گفتاری 96. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. در مقال قدر نعمت بعد از زوال گفته شده است که بسیار درست است. من که در ایام حیات احمد مخدوم آنقدر در پی جستجوی او نبودم و درباره او با شنیدن نقل‌های همصحبتانش قناعت می کردم، با شنیدن خبر وفات او آتش افسوس و ندامت در نهاد من شعله‌ور گشت. من خود را سرزنش کردن گرفتم که چرا در ایام زنده بودن او راه یافته و او نزدیک نشدم و چرا فکر و ملاحظه های او را در حق زمان و همزمانان بی واسطه از زبان او نشنیدم. در اثنای این افسوس و ندامت سخنان صمیمانه فیضیبای را بی اختیار تکرار می کردم. افسوس، های دریغ صد دریغ. در شهر بخارا دوستان و قدرشناسان احمد دانش بسیار باشند، هم من با هیچ کدام آنها شناسایی نزدیک نبودم. یکی از دوستداران او که به عقیده من از همه بیشتر به او بهای بلند میداد شریف جان مخدوم بود و او در همان روزها در تومن پیشکوه قاضی بود. من با او شناسایی نزدیک و خدمتگاری پیشترش بودم که به پیش او رفته روزی چند درباره مرحوم با او همدردی کردن را قرار دادم و در بین 2-3 روز با همدیهگان خود ودا کرده از بالای غژدوان و وابکند گذشته به پیشکوه رفتم. پیشکوه یکی از تومن ریان‌های کناری ولایت بخارا بوده، در سمت غربی شمالی شهر و 32 کیلومتر دورتر از آن. دهه‌های کناری این ریان از شهر تا 40-50 کیلومتر دوری دارند. در دامن ریگزاری بیابان خوارزم واقع شده است. در زمانهای پیش این تومن در دم تاخت و تاز ارگنجیان بوده است و بنابراین در بین هر یک چند دهه یک تلی قلعه مانند بود که در وقت هجوم بیرونه ها اهالی با مال و اشیاءشان در آنجا پناه برده خود را مدافعه می کردند. مرکز قدیمی این ریان قلعه زندانی بوده، حاضر تماما در کنار ریگ روان است. کرباس زندانیگی که در ادبیات عرب زندانیجی نوشته می شود، پیش از اصطلاح عرب و در اولهای این اصطلاح مشهوری جهان بود. بعد از بررسی همراه شدن آسیای میانه، آنگونه تاخت و تازهای خودسرانه و غارتگرانه تماماً برهم خورده باشند، هم هنوز بعضی از آن قلعه ها مانند قلعه زندانی و قلعه پیشکوه اهالی نشین بودند. کاخ اشتوان که در زمان اصطلاح عرب با ششگاه تابستانه بخار خداد بود، حالا با نام قاقشتیوان مشهور بوده
تماماً در بین ریگزار مانده است. از بس که این تومان کما و با وجود حاصلخیزی زمینهایش اهالیش قشاق بوده، اهالی شهری بخارا به اینجا کم آمد و رفت داشته و سوداگرانی چاربازارگردی شهر باشند هیچ نمی آمدند، به این سبب قاضی که در شهر همیشه در بین گروهی همصحبتان و شاعران روز می گذرانید، در اینجا بسیار دلتنگ شده بوده است. بنابراین مرا نمانند خدمتگاری پیشتره خود و نمانند یک طلبه هوسگار شعر و ادبیات، بلکه مانند برادر و خویشاوند نزدیک خود گرم و جوشان قبول نمود. غیر از آن مصاحبه دور و دراز که هر روز در بین من و قاضی درباره احمدی دانش می رفت، یک دفتری کلانی مسوده های او را که با دست خودی دانش نوشته شده بود در اینجا دیده سر تا پا مطالعه کرده برآمدم. این دفتر در مقاوه میشی سرخ قدش تخمیناً 2 وجب و برش 1.5 وجب بوده از کاغذ کتابتی جایداری خوقندی ساخته شده بود. این دفتر در دست قاری نعمت نام آشپز قاضی بود که او در وقت زندگی احمد مخدوم به او آشپزی می کرد. قاری نعمت از خردسالگیش تا وفات احمدی دانش همیشه در خدمت او بوده. بعد از وفات او و گذرانیدن روزهای عزاداری با طلب شریف جان مخدوم به خدمت او آمده وظیفه آشپزی را ادا می کرد. نظر به قول قاری نعمت، احمد مخدوم آن دفتر را به او یادگاری گویان داده بوده است، اما در این باره در دفتر چیزی نوشته نشده بود. در هر حال برای من آن روزها مطالعه کرده برآمدن آن دفتر برابری تصادفاً دریافتن یک گوهری نایاب بود. در آن دفتر بعضی خاطره ها، حکایه ها و تأثیرات مؤلف از بعضی واقعه ها به طرز پریشان و کجوکلیب و عموماً نه با سطرهای راست بلکه اریب نوشته شده بودند. بعد از آن که من چنان که در باب آینده می آید با کلانترین اثری مرحوم آشنا شدم، معلوم شد که بیشترین چیزهایی در این دفتر نوشته شده متریال های در آن کتاب داخل کرده شدنی بوده است. معلوم می شد که مؤلف اول و پیش هر چیزی به خاطرش رسیده را در این دفتر به طرز پریشان نوشته است و بعد از آن آنها را دوباره کار کرده به یک ترتیب انداخته و به بابها جدا نموده نوادر الوقایع را به وجود آورده است. البته در این دفتر پارچه هایی هم بودند که به نوادر الوقایع در آورده نشده بودند و این چنین چیزهایی هم بودند که بعد از تمام شدن تألیف این کتاب نوشته شده بودند. یکی از آن پارچه هایی که به نوادر الوقایع داخل کرده نشده بودند سبب مشغول شدن مؤلف به علم نجوم بود. او در این باره در آن دفتر نوشته بود. البته من اینجا نوشته های او را مضمونا نقل می کنم، زیرا چنان که حالا آن دفتر در دستم نیست این چنین عباره های مؤلف عیناً در یادم هم نیستند. من در ایام خردسالی در فهمیدن آینده خود و عاقبت کارم بسیار حریص بودم و عقیده داشتم که این مقصدم را به واسطه علم نجوم به دست درآورده می توانم. معلوم می شود که احمد مخدوم به نجوم در اولی کارش نه به صفتی استرونوم بلکه به صفتی استرولوگ مشغول شده بوده است. بنابراین در پیش استادان این فن به امید آموختن آن دوامت کردم، لیکن آن استادان همگی خسیس و بخیل بودند. با وجودی خدمت‌هایی به نظر نمایان مادی و معنوی هم به من چیزی را یاد نمی دادند یا چیزی را یاد می دادند که به درد من به کار نمی رفت.
بنابراین من به یافتن و مطالعه کردن کتاب‌های این فن و به تجربه کرده دیدن چیزهایی که از آن کتاب‌ها آموختم مشغول گردیدم و در نتیجه به این علم وقوف پیدا کردم. مؤلف در پایان این خاطرات خود در آن دفتر علاوه کرده بود مضموناً: در وقتهایی که من در آموختن علم نجوم مشغولی می کردم و در این راه تشویش و عذاب و مشقتی از حد زیاد می کشیدم، در دل خود عهد کرده بودم که اگر من این علم را به دست درآورم، هر کسی که به پیش من برای آموختن این فن آید مجانا، رایگان و به خوشی خاطر خواهم یاد داد. چون به این علم وقوف پیدا کردم، به عهد خود وفا نمودم. اما افسوس که در مدت عمر خود یگان منجم رساندن نتوانستم، لیکن فالبین بسیاری را به وجود آوردم. هر کسی که پیش من آمده این علم را می خواند، هنوز چیزی نیاموخته، بعد از 6 ماه یا 1 سال متاسفانه می دیدم که در بدری سوداگران گشته، در سال نوی آینده از ارزان شدنی کدام یک مال و متاع و گران گردیدنی کدام از آنها خبر می داد و با این راهی رذیلانه کیسه و کاسه خود را پر می کرد. پارچه دیگری که در آن دفتر دیدم تأثیرات روزهای بیماری مؤلف بود. معلوم است که او در آخری عمرش دور و دراز بیماری برجامانده شده خوابیده بود و از آن نوشتجات معلوم شد که بیماریش قبضیت بود است. او در این خصوص نوشته بود مضموناً: من از بازی که خود را می دانم خود را آزاد نگاه داشتم، هیچگاه و در هیچ مورد اسارت را به گردن نگرفتم. در وقتهایی که من به دربار منصوب بودم، مأمور و راتبه معاشخوری پادشاهی بودم، نیز آزادیم را از دست ندادم و اسارت را به گردن نگرفتم. مکتوب و عریضه هایم به پادشاه هم از هر گونه القاب، تملق و خوشامد خالی بود. اما در آخری عمر خود فهمیدم که آزادی مطلق در دنیا نبوده است. در حالتی که پیر، بیمار و برجامانده شده ام، برای ادای پسترین حاجت انسانی خود هر روز مجبورم که از طرف شرقی شهر بخارا، حوری مؤلف، به غربی آن بیمارخانه، با یارمندی آدمان روم و در آنجا خود را به اسارت دکتر و آدمان او سپارم. میرزا کاتب قاضی میرزا عبدالرحیم نام همان جایی بود. چون او درباره احمد مخدوم حریصانه معلومات جسته گشتنی مرا دید، روزی به حوریش به مهمانی دعوت کرد و در آنجا یوسف و زلیخا نام اثری نظامی هراتی را به من نشان داد که با خط احمد مخدوم نوشته شده بود و این چنین درباره واقعه های آن داستان در آن کتاب رسمها کشیده شده بود که آنها هم کاری احمدی دانش بود. از بس که من به صنعت شناسی وقوف ندارم، با آن هنری احمد مخدوم بها داده نمی توانم. اما میرزا عبدالرحیم یک رسم دیگری او را نشان داد که وی دقت مرا به خود جلب کرد. این در موضوع میرزا انوری میرشد و کاسه کوکناری او یک کاری کریکاتور مانندی آن صنعتکار بود. نظر به ایضاح میرزا عبدالرحیم، امیر مظفر
میرزا انور نام کوکناری را در بخارا میرشب کرده بوده است. از بس که کوکناری ها ترسانچک می شوند و وظیفه میرشب باشد ناترسانه با دزدان مبارزه بردن است، احمدی دانش این کاری امیر را حجو کرده آن رسم را کشیده بوده است. آن رسم در یک تخته کاغذی جایداری به طرز زیرین کشیده شده بود. در رقم 1 میرزا انور بروی کرپچه‌ای که بر بالای گلیم پهن کرده شده بود 4 زانو می نشست و در پیشش کاسه کلانی دوغابی بود که او چشمانش را پوشانده در آن کاسه کوکنار غیجم می کرد. در رقم 2 یک آدمی میرشب آمده خبری را به او رسانده ایستاده بود و میرزا انور بی آنکه دستش را از کاسه کوکنار بردارد چشمانش را کلان کشاده با هیجان و تشویش آن خبر را میشنید. در رقم 3 میرزا انور بی هوش دراز کشیده میخوابید و در وقتی از هوش رفته افتادنش پایش به کاسه کوکنار رسیده بوده است که وی غیلیده رفته به کناره یک پهلو می ایستاد و کوکناری غیجم کرده شده بر روی گلیم پاش خورده رفته بود. در زیر این رسمی رقم 3 از زبان آدمی میرشب نوشته شده بود: میگویند در کدام گوشه یک آدم به دزدی شبهناک بوده است. و از زبان میرشب نوشته شده بود: وای مردم. میرشب گویا با شنیدن کلمه دوست وای مردم گویان از هوش رفته افتاده کاسه کوکناری خود را زده غیلانده ریزانده بوده است. اولین شناسایی من به کلانترین اثر احمدی دانش نوادر الوقایع. هرچند شناسایی من به کلانترین اثر احمدی دانش نوادر الوقایع بعد از 34 سالی وفات او دست داده باشد هم برای با هم مربوط داشتنی واقعه ها من خواستم این حادثه را بی واسطه بعد از قید وفات مؤلف یادآوری نمایم. آدمانی به علم و ادبیات دخلدار می دانستند که احمد مخدوم نوادر الوقایع نام اثری کلانی دارد، اما نسخه او در دستی هیچ کدام از آدمانی معلوم نبود. فقط این کتاب را کسانی می دانستند که با مؤلف آن رفت و آمد داشتند و آن را در دست او دیده بودند و در مجلس‌های دوستانه از مندرجات آن به 100 گونه تغییر و تبدیل پارچه ها نقل می کردند. ثانی‌ترها معلوم شد که احمدی دانش در زمان حیات خود یک نسخه با دست خودش نوشته شده این کتاب را به صدیق خان حشمت تقدیم کرده بوده است. صدیق خان حشمت دادر امیر عبدالاحد بوده است. در زمان پدرش مظفر در چارجوی حاکم بود. او در وقت بیماری مظفر به رخصتی پدر و بهانه دیدن او به بخارا آمد، اما در آن وقت پدرش مرده بود و درباریان مردن او را پنهان داشته عبدالاحد را که ولی عهد بود برای سپردن تخت و تاج از کرمینه آورده صدیق خان را که از وفات پدر بی خبر بود به حبس گرفتند. صدیق خان که از کارهای سیاسی دور کرده شده در یک حوری دورتر از ارک بخارا محبوس و از جمعیت بیرون کرده شده بود، با علم و ادبیات شغل نمود و معاشی از پادشاهی به خودش داده شونده را به کتاب خری صرف کرده وقتی خود را تماما
به مطالعه داد. او در بین 34 سال به دانشمندی شهرت یافت و شاعر شده به خود حشمت تخلص گذاشت. احمد مخدوم که سرداری ناراضیانی دربار بود، با صدیق خان علاقه مخفی بسته کتاب خود را مجانا و به هیچ منفعت مادی و معنوی به او تقدیم کرده بوده است. شریف جان مخدوم که عاشق اثرهای احمد مخدوم بود، با صدیق خان علاقه مخفی بسته برای نسخه برداشتن آن کتاب را از او به طرز عاریت گرفته است و نسخه برداری را به میرزا عبدالواحد منظم که ذکرش در یادداشت‌ها بارها گذشت و خوشنویس و پختکار بود سپرده است. میرزا عبدالواحد هم تا تمام کردن کتابت این سر را به هیچ کس، حتی به من هم معلوم نکرد. اما بعد از تمامیت کتابت شریف جان مخدوم مرا جیغ زده آورده واقعه را، مخفی بودنی آن را قید کرده به من حکایه نمود و التماس کرد که در تصحیح و تطبیق نسخه میرزا عبدالواحد با نسخه اصلی دستنویس مؤلف اشتراک نمایم و این کار را با همراهی میرزا عبدالواحد به انجام رسانم. چنان که میگویند کور چی میخواهد دو دیده بینا. من این خدمت را با جان و دل و با خرسندی تصویر کرده ناشدنی قبول کردم و در خود همان روز کار را سر کردیم. کار در حجره میرزا عبدالواحد که به بالای دروازه خانه مدرسه ملا محمد شریف در گذر غازیان واقع شده بود، در بابهای بالایی همین قسم یادداشت‌ها این حجره تصویر یافته است، سر شده دوام کرد. در رفت کار من نسخه دستنویسی احمد مخدوم را به دست گرفته نگاه می کردم. میرزا عبدالواحد نسخه را که خود نوشته بود با آواز بلند می خواند و در هر جا که خطا رفته باشد من لقمه می دادم و میرزا عبدالواحد از خواندن باز ایستاده نسخه خود را با قلم خود تصحیح می کرد. هرگاه که او از خواندن مانده می شد من با آواز بلند از نسخه اصلی می خواندم و او از روی خوانشی من به نسخه خود غلطی یابد مرا از خواندن باز داشته نسخه اش را درست می کرد. ما دری حجره را بسته این سر را به کسی نفهمانده کار را دوام می دادیم. اما روزی شاعر محمد صدیق حیرت آمد و ما از او این سر را پنهان نداشتیم، چون که او مانند خودی ما در جای نمی پوکید و سر را افشا نمی کرد. بعد از آن که حیرت در روز اول با شنیدن این کتاب تأثیرات خوب گرفت، از ما التماس کرد که هر روز آمده به طرز سامی شنونده و کار اشتراک کند. ما قبول نمودیم و به همین طریق تصحیح و تطبیق گویا از دستی سه ما گذشت. دایره نظر و مطالعه من آن وقتها بسیار تنگ بود. بسیار جاهای نوادر الوقایع را که به نجوم، به فلسفه و تصوف آیید بودند نمی فهمیدم، اما آن جاهایی که می فهمیدم به من تأثیر عجیبی می کردند. جاهایی به من تأثیر بخش نوادر الوقایع آن جاها بودند که من آن حادثه ها را در زندگی دیده بودم و از آن احوال دلتنگ می شدم، اما هیچگاه اصلاح کردن و اصلاح شدن آن احوال در خاطرم نمی گذشت و گمان می کردم که دنیا همین طرز هم می رود، چی باید کرد؟ و خود را با این بیت بیدل که همان وقت زبان زدهی همه از دنیا دلتنگ شدگان بود تسلی می دادم. زندگی در گردن افتاده است بیدل،
چاره چیست؟ شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن. اما وقتی که من آن احوالی فلاکت اجتماع را در مندرجات نوادر الوقایع با تصویری ریالی، با تصویری که خود در زندگی دیده بودم دیدم، و من حالت دیگر روی داد. من در دلی خود گفتم این احوال را اصلاح کردن لازم است. مادام که من اصلاح کردن نمی توانم، از وی نفرت کردن ضرور است. انقلاب فکری کم هم باشد در من انا در همان وقت روی داد. یکی از جاهای نوادر الوقایع که در همان وقت به من تأثیری کلان بخشید احوالی عائلوی بود. احمدی دانشی دانشمند احوالی عائلوی زمانی خود را نقص آموخته، سببهای جنگ عروس و مادرشوی و اغواگریهای عائله ویران کنی مادر عروس و خواهر عروسان را در خانه داماد، چنان که من بارها دیده و شنیده بودم، تصویر کرده است و سبب آن جنگ و جدال را نیز به خوبی نشان داده است. من در اینجا به طرز مثال بعضی فقره های آن بابی را که به جنگ کیلون و مادرشوی بخشیده شده است از هر جا چیده با عبارت خودی مؤلف نقل می کنم. در وقتی ضرورت بعضی کلمه های مؤلف را در بین قوسین شرح می دهم، اما برای آسان کردن مطالعه سری سطر، ویرگول، نقطه، ناخنک و قوسین بر این رسم خطی حاضره را علاوه می نمایم. در آن باب درباره سبب جنگ عروس و مادرشوی می گوید: اگر خصومت گربه و سگ را تشخیص توانی کرد، وجه نزاعی زن و مادرشو تو را معلوم شود. یعنی سگ این گمان دارد که گربه استخوان از من میبرد و گربه در این حسد که سگ نان میده از چنگ من بیرباید. فلا جرم ناچار نزد ملاقات اظهاری عداوت کنند. در اینجا یعنی در عائله نیز این هر دو یعنی عروس و مادرشوی دعوی دارند و زبونی همدیگر را میخواهند. مادر مدعی این است که فرزند قطعی گوشت ضعیف و عاجز بود که به سعی و تربیت من کمال یافته و بسی شبها به روز و روزها به شب آورده ام و در تربیتش خونها آشامیده. جزای این احسان، مکافات این نیکی جز این نیست که سرانجامی مهماتی کارهای فرزند به دست اختیاری من باشد و او بی ثواب دید و مصلحت من نباید که دمی آب بیاشامد. و زن مدعی این که دامنی این مرد به چنگ آوردم، خود را به زبونی و خادمی به خدمتی وی داده و از همه خویش و اقربا جدا گشته. سزای این تفویض و تسلیم غیر از این نیست که کلید ابوابی درهای دخل و خرج مرد در قبضه اختیاری من بود. چون این دو دعوی به همدیگر معارض زیده است، اصل خصومت از اینجاست. شما گفتاری 96 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی.